کجکی 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 ابرویت نیشگشت دومست چی کنم افسوس مال مردم است. آهنگ سنتی و فولکلور فارسی که بسیار شنیده شده است و دوست داشته شده است. چی کنم افسوس مال مردم است. روی صحنه یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی هند. کجکی اکنون با سازهای محلی و موسیقی گروالی و پنجابی هند آمیخته شده است. دل میرا جیسے کوئی ڈش انتنا تھا فری کا بھی کوئی چینل. بهزاد فرخاری جوان افغان و آوازخوان تازه‌کار همراه با میکا سنگ از آوازخوانان سرشناس هند میخوانند. بزرگترین افتخاری بود که تانستم از افغانهای خود در چنین یک برنامه بزرگ موسیقی هندوستان نمایندگی کنم. بزرگترین افتخار برای من نیست. سنیدی چوهان از آوازخوانان پرآوازه هند و پریتم از آهنگسازان پردرآمد سینمای هند از داوران این رقابت هستند. آواز بهزاد این دو هنرمند را به وجد آورده است. امروز این آمیزه موسیقی افغانی و گروالی این صحنه را تکان داد. فوق‌العاده بود. با آن وقت پنجابی هم یک جا شد، فضا شگفتی انگیز شد. بهزاد تنها شرکت کننده این برنامه است که از تورنتوی کانادا انتخاب شده است. از میان 20,000 تن در بیرون هند و 1,000 تن دیگر در درون هند، او تا مرحله 12 بهترین این رقابت‌ها پیش رفت. تو بسیار زیبا خواندی. صدایت با ساز به خوبی هماهنگ بود. بهزاد بیشتر غزل می‌خواند و به آهنگ‌های قدیمی افغانی دلبستگی دارد. او در کنار کار هنر و موسیقی درس هم می‌خواند و در دانشگاه تورنتو دانشجوی صنف سوم علوم اعصاب است.